بعضی دخترها رو میبینید از برای خدا دهشت است، میبینید میترسید. لنجو رو نمیدونم کیم چخیل میکنن، 4-5 سال بعد گجو میروی چیکار میکنی با این شکلت؟ یا اون جوان برای چی لواش بورتا کرده است نمیدونم با سوزن دارو و کیمچی و لوا، یعنی دهشتناک کرده است خود رو پیروی از کیم کی و گجو میروی تو با این لبهایت فردا در قبر نمیگنجی. و اونجا پرسیج دارن، حتی حالا ببینید خلزنی و اون چی میگویند اون نقش نگاری که در نسل در بدن حرام است. پروردگار این جسم رو برای تو امانت دادگی هست، این جسم امانت است. حالا چی کسی را بزنید یا خود رو بزنید حرام است. کسی رو ظلم کنید یا به خود ظلم کنید هر دوش گناهش برابر است. این معنی رو ندارد که هر انسانی اختیار داشته باشد در جسمش که یک گوشش رو ببرد یا که نیمی گوشش رو ببرد یا اینکه بینیش رو تغییر بده. او پروردگار به بهترین شکل خلق کرده است، در هر شکلی که نباشد. استعیذ بالله ولقد کرمنا بنی آدم. ما انسان رو، انسان قطع نظر از ایمان و اعتقادش قبل از همه همچون فرزند آدم، همچون انسان میگوید ما انسان رو محترم و مکرم آفریدیم. این انسان مکرم و محترم هست و تمام موجودات رو در اختیار این دادگی هستیم، باید با راه حلال استفاده کند. این جسم امانت اون انسان هست و حق ندارد که چلیکش ببرد یا که پایش ببرد یا که دیگه بی‌ضرورت اگر برای توبت حال دیگر گپ است، اون دیگر مسئله است. یا که لواش رو نمیدونم چی میگوین مثل مرغابی کیم چه خیلده. یعنی بعضی شکلش رو بعضی دخترها رو میبینید از برای خدا دهشت است، میبینید میترسید. لنجو رو نمیدونم کیم چه خیل میکنن، 4-5 سال بعد گجو میروی چیکار میکنی با این شکلت؟ همونی که کردن پشیمان شدن نمیدونن چیکار کنن، اینو کرده شدن. و انسان عاقل باید یک بار بپرسد که همین لوا را برتا میکند نمیدونم چی بگیم دیگر. یک چیزی نوی هست که حالا نام ندارد، باید که فرهنگی و زبان شناسا باید نام گذاری کنن، ببینن بسنجن که حالا کردگی ها چی شدن، کردگی ها چی شدن که من میکنم. اگر میکنم زیان میبینم یا فایده میبینم. و خداوند عزوجل در بهترین شکل آفریده است. فی احسن تقویم میگوید پروردگار انسان رو در بهترین قالب آفریدمت. میگوید ای انسان خود زیباترین باشد، خود بدروترین باشد، بیزیبترین باشد، فرق نمیکند. و این شکل اعتبار ندارد. چشم چگونه است، بینی چگونه است، چهره چگونه است، قد و قامت چگونه است، برای انسان این مهم نیست. چرا که پروردگار به همین شکل آورد. نه پدر و مادرت کاغذ قلم داشت که بکشن که قدش چند متر نمیدونم که چشمش یا گوشش یا که بینیش یا دیگرش چگونه باشد. یا می آمدگی بگید که من چشمایم این باشد، گوشایم این باشد، لبایم این باشد، دیگر باشد. و پروردگار آورد با همین شکل، بگو الحمدلله.